سلام و وقت بخیر خدمت همه عزیزان محبوبین و مقدسین پدر آسمانی. خدا رو شکر برای وجود تک تک شما نازنینان، دردونه های خداوند، پرنسس ها و شاهزاده های پدر آسمانی. همین اول ابتدا میخوام بگم که چقدر برای خداوند، برای ما و برای کلیسا همه شما عزیز هستید و چقدر واقعا جان آدم تازه میشه وقتی که این نوجوانان، نونهالان عزیز میان اینقدر قشنگ دعا میکنن و خدا رو شکر میکنیم که خداوند اون زحمات رو بی ثمر نمیذاره. شکر برای وجودت امیرعلی جان و همه نوجوانانی که اینجا هستید و میدونم که توی هفته های بعد مطمئنا باز ما رو سورپرایز میکنید. خدا رو شکر عزیزان. اگر که ما امروز حضوری کنار همدیگه بودیم شالوم و سلامتی خدا رو به همدیگه اعلام میکردیم، ولی الان میتونیم شالوم خدا، سلامتی خدا رو با فرستادن یک قلب برای همدیگه ابراز کنیم. و عزیزانی که بیرون از ایران هستید 50 تا آیدی، 10 تا دوربین باز، خدا رو شکر، بازم خدا رو شکر میکنیم ولی عالیه. خدا رو شکر عزیزان دل. میخوایم که امروز با همدیگه قسمتی از کلام خدا رو ببینیم، ولی بیشتر امروز شهادت زندگی من هست. شاید توی زندگی من بریم بیشتر از اینکه کلام خدا رو بخونیم، ولی آیات هست حتما با همدیگه صحبت میکنیم. عنوان پیغام امروز هست بر سر دوراهی. کیا این روزا در سر دوراهی هستن؟ دوراهی انتخاب، دوراهی تصمیم، شاید دوراهی جاده‌ای که باید بری، دوراهی یک فکری که داریم. مطمئنا همه ما سر یک دوراهی های امروز قرار داریم و خیلی از ماها از سر دوراهی های گذشتیم و خیلی از اینها برای ما پیروزی بوده، ولی خیلی هاش هم با شکست بوده و اون ثمره نیکو و دلخواهی رو که شاید میخواستیم نداشتیم. خدا در همه زمانها و برای همه افراد، این رو دقت کنیم، در همه زمانها و برای همه افراد خدا میخواد وقتی که در موقعیت دوراهی، در موقعیت شک، در موقعیت تصمیم گیری قرار میگیرن، خدا میخواد کمک کنه که اون انتخاب، اون راهی رو که ما میریم موفقیت و پیروزی باشه. خدا همیشه دنبال اینه که راه انجام گرفتن نقشه خودش رو توی زندگی ما فراهم کنه، راه درست، راه پیروزی، و ما باید اون رو دنبال کنیم. ولی یک سوالی شاید برای ما باشه که آیا ما همیشه صدای خدا رو شنیدیم؟ به صدای خدا گوش دادیم؟ به هدایت خدا گوش دادیم یا نه؟ خیلی جاها شاید بگی که نه، من به صدای خدا، به هدایت خدا گوش ندادم، تو اون تصمیم گیریم سر اون دوراهی که قرار گرفته بودم. شاید خیلی بگن من خدا رو اصلا نمیشناسم، این خدایی که میگی چطوریه، چطوری هدایت میکنه، چطوری سر اون دوراهی به ما کمک میکنه. امروز در این دنیای سقوط کرده و پر از هیاهو، تمام سعی دنیا و نیروهای تاریکی در اینه که وقتی که شخصی به موقعیت تصمیم گیری سر اون دوراهیه قرار میگیره، ما رو به سمت خودش ببره. راهی رو که خودش به ما پیشنهاد میده رو ما بخوایم انتخاب کنیم، و این ما هستیم که انتخاب میکنیم که وقتی که سر دوراهی قرار گرفتیم از چه راهی بریم، چه تصمیمی رو بگیریم. و امروز شاید نیاز هست که ما در مسیرهای درست قرار بگیریم و خیلی دیگر رو کمک کنیم. امروز مردم زیادی در دنیا سر دوراهی تصمیم، سر دوراهی حرکت و فکر و تغییر و تحول درونی و بیرونی هستند و ما باید ابتدا خودمون به مسیر درست هدایت بشیم و بتونیم که دیگران رو هم کمک کنیم. امروز من میخوام از دوراهی‌های زندگی خودم از ابتدا بگم و ببینیم که چطور میشه که این رو با کلام خدا مطابقت بدیم. من خودم سر دوراهی‌های بسیاری توی زندگی قرار گرفتم. اولین دوراهی سال 2012 بود، زمانی که من توی ایران بودم و به خاطر مشکلاتی که پیش اومده بود من باید تصمیم میگرفتم. سر یک دوراهی قرار گرفته بودم که چی کار کنم، ماندن و یا رفتن. اگر میموندم باید کاری رو که نمیخواستم و قلب من نبود انجام میدادم، کاری که خدا هم میدونم که با اینکه اون زمان من هنوز خدا رو نمیشناختم، ولی میدونم که خدا اون کار رو دوست نداشت.
و دنیایی بود، باید بزنی بکشی تا زنده بمونی. و راه دومی که من داشتم این بود که رفتنه، حرکت از اون وضعیت، ترک اونجا، ترک همه چیز، ترک آن چیزی که در دنیا داری. باید تمام آنچه که داری رو، خانواده، تمام شهرتت رو، تمام ثروتت رو بذاری و حرکت کنی. و من انتخاب کردم که راه دوم باشه. سر این دوراهی سالهای بعد متوجه شدم که این برنامه خدا بوده که من باید حرکت کنم از اون موقعیتی که بودم. ولی آیا وقتی که سر این دوراهی قرار گرفتم، یکی از این دوتا، ماندن و یا رفتن، رو انتخاب کردم، فکر میکنید همه چیز اوکی شد؟ و وقتی که ما سر یه دوراهی قرار میگیریم و میگیم اوکی خدایا از پی تو من میام، همه چیز خوب خواهد بود؟ نه، اتفاقا من حرکت کردم به جایی که نمیدونستم کجا است، به یک سرزمین ناشناخته، به یک آینده ناشناخته. و باید میدونستم که توی این راه شاید برکاتی برای من زیاد نباشه، شاید حال خوبی نباشه، ولی قراره که در یک مسیری قدم گذاشتم که انتهاش، حالا وقتی که میرسیم به انتها میبینیم که چقدر شیرینه. پس وضعیت اول من ماندن و رفتن، و من انتخاب کردم سر این دوراهی حرکت کنم و برم. و توی وضعیت دوم وقتی که قرار گرفتم، باز سر دوراهی، ما خیلی موقع فکر میکنیم سر یه دوراهی که قرار گرفتیم که از این راه برم دیگه مستقیمه. نه، اتفاقا توی همون راه هم دوراهی دوباره خواهد بود، راه ها همینطور شعبه به شعبه میشه. توی وضعیت دوم من رسیدم به کشور ترکیه و شهر آنکارا، و اون موقع خب کسی رو زیاد نمیشناختم و رفتم اونجا. با یک سری عزیزانی من همخونه شدم اونجا و موندم، و با یک وضعیت اسفبار، بدون پول، بدون خانواده، شرایط خیلی سختی. و توی اون خونه که ما بودیم دوباره یک دوراهی برای من اتفاق افتاد. دو تا دوست دو تا پیشنهاد به من دادن، دو تا راه رو به من گفتن که انجام بده. دوست اول به من گفت که خب تو که میگی وضعیتت اینطور که میگن خرابه، تموم شده دیگه، ایران نمیتونی برگردی، پولی هم نداری که بخوای حرکت کنی، به انتهای راه رسیدی، آخر راه دیگه، و میگی بچه دارم، بچه هاتم خیلی دوست داری، خانوادت هم دوست داری. گفتم بله. گفت بیا یه کاری بکن، تو به انتها رسیدی دیگه، ته راهه، بیا من یک کاری رو بهت میگم که برای خانوادت یک پولی رو بتونی فراهم کنی، لااقل بچه‌هات به یک سلامتی برسن، به یک آینده خوبی برسن. گفتم اوکی. گفت که یک شرکتی هست که با تو قرارداد میبنده و تو با یک آمپولی که بهت تزریق میکنن خود به خود به مرگ میمیری، ولی قبل از اینکه بمیری باید تو یک نامه‌ای رو امضا کنی که تمام اعضای بدنت رو به اون اتحادیه ایتالیایی فروختی. و من گفتم اوکیه، من که دیگه انتها هستم، من که دیگه راهی رو ندارم، باید این کار رو انجام بدم. و قبول کردم و رفتم به خواهرم زنگ زدم و گفتم که خواهر جان یه شماره حساب اگر به من بدی، شاید دیگه من رو نبینی و خیلی چیزهای دیگه. و خواهرم اونجا شروع کرد به گریه کردن، ولی من تصمیمم رو گرفته بودم. این وضعیت اول بود. ولی توی همون خونه یه دوست دیگه هم بود، یه دوست دیگه بود که یک پیشنهاد و یک راه دیگر رو به من داد که این راه دوم بود، و به من گفت که حالت خیلی خرابه، بیا من میخوام تو رو یه جایی ببرم حالت یه خورده خوب بشه. منم اون روز فکر میکردم که اوکی، یا میخواد ببره دیسکو، یا میخواد بریم مشروب بخوریم، یا میخواد بریم یه کاری. گفتم ببین دوست عزیز، من نه حال دیسکو دارم، نه مشروب میخورم، نه هیچی. گفت تو بیا بریم، من تو رو یه جایی میبرم حالت خوب میشه. گفتم ببین حال من خوب نمیشه، من تصمیممو گرفتم دیگه. دوست دوم و راه دوم من رو به جایی برد به نام کلیسا. وقتی که وارد اونجا شدیم چقدر همه خوب برخورد میکردن، و روز اول من فکر کردم که خب اوکی، روی این دوستم گفتم که این دوست من به درد نخوره، اصلا اونم مثل خود منه. ولی وقتی که اونجا توی کلیسا همه من رو تحویل میگرفتن، گفتم من اشتباه کردم، این چقدر آدم مهمی بود، من اومدم دوست اینو همه دارن به من فکر میکنن که الان من مثلا یک شخصیت مهمی هستم. دوست دوم راهی رو که به من نشون داد توی کلیسا، به من نشون داد که یک امیدی هست، یک نوری در تاریکی هست، کسی هست که میتونه به تو کمک کنه.
پس این دوراهی دوم بود. وقتی که من حرکت کردم دوباره به یک دوراهی رسیدم که تو به انتها رسیدی، خودت رو بکش، تموم کن، یه پولی برای خانوادت بمونه. ولی راه دوم به من یه چیز رو گفت که تو یک امیدی داری. در تمام این خرابی ها، در تمام این سختی ها، یک نفر هست که میتونه به تو کمک کنه. در یک وضعیت یکسان بودم من، ولی 2 تا پیشنهاد و یک دوراهی به من رسیده بود که من کدوم رو باید انتخاب کنم. توی تمام این تفکرات بودم که یک نفر به من گفت که شما میتونی بری سازمان ملل، اونجا اعلام پناهندگی کنی. الان که کاری از دستت بر نمیاد و اگر ویزا تموم بشه باید این کشور رو ترک کنی. وقتی که من برای ثبت نام رفته بودم مقابل سازمان ملل یا همون UN که هست و توی اون سرما ایستاده بودم و خب من شنیده بودم که امیدی هست، نوری در تاریکی و کسی میخواد به من کمک کنه، راه دوم. و اونجا وقتی که من توی صف وایساده بودم، دقیقاً ساعت 6 صبح، هوا تاریک، انقدر سرد بود و یک عزیزی به من نزدیک شد و یک کوله پشتی مشکی پشت سرش بود. گفت که سلام، شما ایرانی هستی؟ گفتم مشخص اینجا یا ایرانی یا افغانی. چرا میپرسه؟ گفت خیلی خوبه، خیلی خوشحالم که میبینمت، من یک هدیه برای تو دارم. گفتم خدا رو شکر، توی این وضعیت بیپولی، توی این وضعیت سختی، لااقل هرچی هم بده دیگه خدا رو برکت دیگه. و از توی کولش یک کتاب قرمز رنگی در آورد، انجیل، و گفت این کتاب زندگی تو رو عوض میکنه. گفتم فکر کردم مثلا علامت مخصوص حاکم بزرگ نیتیکومون میبردن اینجوری میکردن. گفتم اگر خدا الان از آسمون بیاد پایین، انقدر وضع من خرابه که کسی نمیتونه به من کمک کنه. گفت این کتاب زندگی من رو عوض کرده و من مأمور شدم که بیام اینجا و این رو به تو اعلام کنم. اون روز من نمیفهمیدم چی میگه. من توی انجیل نوشتم، گفتم که اینقدر اصرار میکنه بذار ازش بگیرم. نوشتم اونجا انجیل حضرت عیسی مسیح. دوباره یک وضعیت بود، مأموریتش رو انجام داد اون پسر و رفت و من انجیل رو گرفتم و توی کولم گذاشتم و رفتم. 6 ماه بعد اون رو خوندم. دوباره ادامه پیدا کرد و من بعد از اینکه اعلام پناهندگی کردم رفتم توی یک شهری، اونجا مقیم شدم و دوباره اینجا یک دوراهی برای من اومد. من از کشتن خودم صرف نظر کردم و اونها دنبال من بودن، من مجبور شدم رفتم یه شهر دیگه. حالا میگفتم من نمیخوام بمیرم، اونها دنبال من بودن که نه تو باید بمیری، تو گفتی، صحبت کردی. گفتم آقا من نمیخوام، من شنیدم یک امیدی هست، یک نوری در تاریکی هست که میتونه به من کمک کنه. به من یک کسی اومده میگه این کتاب زندگی تو رو عوض میکنه و این دوتا از یه جا فکر کنم سرچشمه میگیره. و رفتم توی وضعیت سوم و وضعیت سوم اونجا من هنوز ایماندار نشدم، با یه سری عزیزانی که از کشور افغانستان بودن اونجا آشنا شدم، چون زیاد حقیقت اون موقع میگفتن اونجا با ایرانی‌ها رفت آمد نکنی یا ایرانی‌ها خطرناکن. و من با این عزیزان برخورد کردم و شروع کردیم به مراسم دعای کمیل. خیلی از عزیزان شاید بدونن که چه چیزی هست و من چون توی ایران یک شخصی خب خدا رو میشناختم، دوست داشتم، نصف دعای کمیل رو حفظ بودم و اونجا شروع کردیم پنجشنبه ها با یه عزیز دیگه، یه سری پیرمرد و اینا رو جمع کردیم و شروع کردیم به مراسم دعای کمیل، گریه کن، تو سرت بزن و خیلی کارهای دیگه. و دوباره توی این قسمت یک دوراهی برای من اتفاق افتاد. یک دوستی دوباره من رو به کلیسا دعوت کرد، گفت ما کلیسا داریم، خوشحال میشیم شما هم بیای. و من رفتم کلیسا دوباره. 5 شنبه ها میرفتم دعا کمیل، 1 شنبه ها میرفتم کلیسا و مونده بودم چیکار کنم، سر دوراهی دوباره. ولی برنامه خدا این بود که من رو از ایران حرکت بده، بیاره اونجایی که من میخوام خودکشی کنم. دوباره یک دوست به من بگه که بیا بریم یه سری کلیسا از عیسی بشنو. یک پسری به نام سموئیل اومد اونجا و مأموریت خودش رو انجام داد و اون انجیل رو به من داد و تایید کرد که خدا در پی توه، خدا دنبال توه، با اینکه تو نمیخوای ولی خدا نمیذاره که تو تلف بشی. توی وضعیت سوم دعای کمیل و کلیسا، و توی کلیسا شنیدم که
خدا عیسی مسیح باید با تو ملاقات کنه. گفتم من نمیدونم چی کار باید بکنم. گفت یه عزیزی گفت که برو امشب وقتی که رفتی خونه بشین روی زانوهات و بگو که خدایا من نمیدونم کجایی، ولی میدونم که تو با من ملاقات میکنی، تو به من راه رو نشون بده. من نمیدونم، میرم اونجا میزنن تو سرشون گریه میکنن، هیچ امیدی نیست. میرم اینجا میگن امیده، میگن تو هنوز زنده ای، خدا زنده است، نمیدونم کدومی. و ساعت 8 شب رسیدم خونه، تا 2 شب با خدایی که نمیدونستم کجا صحبت میکردم. و اتفاقی که افتاد، از هفته بعد دیدم توی قلب من یک اشتیاق برای یک شنبه که من برم کلیسا، ولی برای 5 شنبه دیگه سنگین شده بودم. دیدم خواه ناخواه تلفن که میزدن مهدی جان کجایی، نمیایی؟ گفتم نه، امروز کار دارم، اضافه کار وایسادم. پس تمام این دورایهای توی زندگی من 2 تا بود. راه اولی که بود راه دنیا بود، در پی نابودی من بود. کاری رو من انجام میدادم ولی ثمری نداشت، هیچ دمش درد بود، غم بود، قصه بود. ولی راه دومی که سر اون دو راهها همیشه قرار داشت راه خدا بود، راه نجات بود، راه احیا و امیدی که برای من بود. ولی چون من هنوز توی دنیا بودم و قلبم رو به عیسی مسیح نداده بودم، فکر قالب من سمت راه اول میرفت که به نابودی بود، که به دنیا بود. ولی خدا فراهم میکنه، راه خودش رو برای ما نشون میده اگر ما آرام بگیریم، اگر بایستیم و بذاریم. اتفاقا هنوز وقتی که من ایمان نداشتم خدا این همه من رو هدایت کرد، این همه افراد رو فرستاد به سمت من. خیلی موقع ها ما روی وضعیت خودمون عزیزان سر اون دوراهی که قرار میگیریم پافشاری میکنیم. نه، باید اتفاق بیفته، باید این بشه. از طریق یک دوست امیدی در قلب من روشن شد، یکی دیگه اومد با دادن انجیل اون رو تایید کرد و وقتی که با خدا صحبت کردم خدا خودش تایید داد که باید تو از این راه بری. بر سر دوراهی‌های زندگی وقتی که قرار میگیریم عزیزان، ما باید به جای فکر خودمون، به جای اراده خودمون یا فکر دیگران، اراده خدا رو دنبال کنیم. خدا برای ما نقشه داره. آمین. خدا برای تک تک ما نقشه داشته. اگر امروز اینجا هستی، اگر امروز اینجا هستی و از کلام خدا داره میشنوی، این نقشه خداست که اگر مثل من الان بخوای به زندگیت نگاه کنی، میبینی از چه راههای خدا تو رو گذرونده، چقدر شاید خدا اذیت شده تا من رو بخواد به اون جایی که الان باشه و اینجا بشینم برای حدود 70-80 نفر بخوام از خداوند صحبت کنم. من میخوام 3 تا راهی رو که به ما کمک میکنه که به صدای درست و راه درست بریم امروز از کلام خدا هم نگاه کنیم. امروز سر دوراهی‌های بسیاری ما قرار میگیریم و قرار خواهیم گرفت، ولی چیزی که میتونه ما رو کمک کنه خود خداونده. اگر به کتاب یوشع، مورد اول، 1، بر سر دوراهی‌ها صندوق عهد خدا را دنبال کنید. بر سر دوراهی‌ها صندوق عهد خداوند را دنبال کنید. کتاب یوشع باب 3 آیه 3 رو برای شما میخونم. کتاب یوشع باب 3 آیه 3 میگه قوم را فرمان دادند چون صندوق عهد یهوه خدایتان را ببینید که لاویان کاهن آن را میبرند، از جای خود روانه شده از پی آن بروید. آنگاه خواهید دانست از کدامین راه باید رفت، زیرا تا کنون هرگز از این راه نرفته اید. آمین. میگه شما از پی صندوق خداوند راه بدید، هر جا اون رفت از پی اون حرکت کنید. میدونی بعداً از کجا باید بری و این راهی که تو میری تالا اصلا شاید نرفتی. میگه آنگاه خواهید دانست از کدام راه بروید. شاید امروز پسر خدا، دختر خدا، سر دوراهی قرار گرفتی، نمیدونی از کدوم راه بری، نمیدونی چه تصمیمی بگیری، نمیدونی باید چه جوابی بدی. از پی صندوق عهد خداوند حرکت کن، خدا به تو نشون میده. امروز شاید بگی من صندوق عهد خداوند مال عهد عتیق بود، الان چیکار کنم؟ اراده خدا، کلام خدا و هدایت روح القدس همون صندوق عهده.
امروز وقتی که از پی اراده خدا حرکت کنی، کلام خدا رو بخونی و هدایت روح القدس رو گوش کنی، اون به تو میگه که از کدوم راه بری. آمین. مورد دوم، بگذارید طوفان آرام گیرد. وقتی که بر سر دوراهی قرار گرفتی عزیزان، نخواهید که همون لحظه ی اتفاقی بیفته. همه ما میدونیم طوفان‌های زیادی توی زندگی ما برپا میشه، یا خودمون طوفان برپا کردیم یا عزیزان کسانی دنیا کمک کرده که یه سری طوفان‌ها توی زندگی ما باشه، توی اخلاقمون، توی رفتارمون، شاید توی زندگیمون، توی قسمت مادیمون، توی قسمت روحانیمون یه سری طوفان‌ها هست و میخوام همون لحظه یه اتفاقی بیفته. نه، اتفاقا همه ما میدونیم که هیچ طوفانی ابدی نیست. طوفان تمام میشه. در تصمیم گیری ها عجله نکنید. سریع باید من یه کاری انجام بدم. توی همین چند وقت اخیر من توی طوفان ها چند تا تصمیم گرفتم که همش اشتباه شد. اشتباه شد. باید صبر کنی، بذاری آروم بگیری. توی مزمور 46 رو اگه با هم دیگه باز کنیم، آیات 1 تا 2 رو من برای شما میخونم. خدا پناه ماست. آمین. امروز به زندگیت اعلام کن، به اون طوفان هایی که توی زندگیت برپاست، بر سر اون دوراهی ها اعلام کن که خدا پناه ماست. خدا پناه ما و قوت ماست و یاوری که در تنگی ها فوراً یاد می شود. پس نخواهم ترسید اگرچه زمین متحرک شود و کوها به قعر دریا فرو افتند. اگر همه این اتفاقا بیفته من نخواهم ترسید. میدونم که خدا اونجا آرامی میبخشه. میدونم که خداوند یاور منه. پس عزیزان، پسران خدا، دختران خدا، بر سر دوراهی های زندگی بذارید اون طوفانی که برپا شده آرام بگیره و اونجا بایستید و بدانید که خداست که کمک شما خواهد کرد. و مورد سوم، بدانیم دشمن هم برای ما یک نقشه داره. همونطور که خدا برای ما یک نقشه داره، دشمن هم یک نقشه برای ما داره. در تمام این مسیری که من از ایران باید حرکت میکردم، خدا برای من نقشه داشت، ولی شیطان هم برای من نقشه داشت. یه جایی میخواست من رو به نابودی بکشه، ولی خدا هم نقشه داشت. هوشیار باشیم، بیدار باشیم. وقتی که بر سر دوراهی ها قرار میگیری، تصمیم میگیری، کلام خدا میگه هر کاری که میکنید اول جلال خدا رو مد نظر خودتون داشته باشید. آیا در این راهی که من میرم خداوند جلال پیدا میکنه؟ آیا در این راهی که من میخوام برم خیلی موقع میگی خدا که جلال پیدا شاید نکنه، ولی من به پول میرسم، به کشور میرسم، به زندگی میرسم، به خواستم میرسم. اون راه انتهاش مطمئناً دوباره نابودی خواهد بود. کتاب کولوسیان باب 3، اگر که این قسمت رو با هم دیگه نگاه کنیم، یا اول فیلیپیان رو نگاه کنیم. فیلیپیان باب 4 آیه 8. فیلیپیان باب 4 آیه 8. و در پایان، ای برادران، میتونی بگی در پایان اونجایی که رسیدی به یک دوراهی، به یک تصمیم گیری، هر آنچه راست است، هر آنچه پاک است، هر آنچه درست است، هر آنچه دوست داشتنی و هر آنچه ستودنی است، بدان بیاندیشید. توی اون تصمیم گیرید به اینها فکر کن. چه چیزی راسته، چه چیزی درسته، چه چیزی حقیقته. اگر چیزی عالی است و شایان ستایش، در آن تأمل کن. راهی که دنیا به ما میده، راهی که شیطان به ما میده، مطمئناً چیز عالی و قابل شایان و ستایش در آن نخواهد بود عزیزان. و توی رساله کولوسیان چند تا صفحه بعد اگر همینجا بریم، باب 3 آیه 1. پس چون با مسیح برخیزانیده شده اید، آنچه را که در بالاست بجویید. آنچه را که در بالاست بجویید. آنچه که مسیح به دست راست خدا نشسته است. به آنچه در بالاست بیندیشید، نه به آنچه بر زمین است. آمین. اون روز دنیا به من میگفت که به آنچه که در زمین است، به بچه ها، به پول و خیلی چیزهای دیگه فکر کن.
ولی راه دوم خدا میگه به آنچه که در بالاست و آن چیزی که مافوق تصور تو میتونه برای تو کار کنه باید فکر کنی. زیرا مردید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است. چون مسیح که زندگی شما ظهور کند، آنگاه شما نیز همراه او با جلال ظاهر خواهید شد. آمین. و با این قسمت تمام میکنم. تنها راه شکست ناپذیر بودن عزیزان، اگر میخوای شکست ناپذیر باشی، دنبال کردن صندوق عهد خداونده، دنبال کردن اراده خداونده. به جای اینکه دنبال احساساتت بخوای بری، به دنبال فکر و اراده خودت بخوای بری، خداوند رو دنبال کن. بذاریم خداوند به ما راه نجات رو نشون بده، ما رو به راه نجات هدایت کنه. امروز بخوایم بگیم خداوندا سر دوراهی قرار گرفتم، ولی میدونم که تو راهی برای من فراهم میکنی. توی کتاب هوشع، اگر که با همدیگه کتاب هوشع رو بیاریم، باب 11 آیات 8 رو من برای شما میخونم. کتاب هوشع باب 11 آیه 8: ای افرایم چگونه تو را ترک کنم؟ امروز اسم خودت رو بذار. ای مهدی، خدا داره به تو میگه ای مهدی چگونه تو را ترک کنم؟ خدا من رو ترک نکرد عزیزان. من خدا رو نمیشناختم، ولی خدا از همون بد و خارج شدن از ایران من رو ترک نکرده بود و امروز تو رو هم ترک نمیکنه. پسر خدا، دختر خدا، ای افرایم چگونه تو را ترک کنم؟ ای اسرائیل چگونه تو را تسلیم نمایم؟ امروز به تو میگه ای مریم، ای حنانه، ای سحر، ای بیژن، ای بهداد، ای علی، ای همه عزیزان، میگه چطوری تو رو تسلیم کنم؟ آخه من مگه میذارم که تو بری تسلیم مرگ بشی، ولی یه جای دیگه خودت پافشاری میکنی و میگه خدای من باید این راه رو برم. ولی خدا میگه که من نمیذارم تو تسلیم بشی. چگونه با تو مانند ادمه رفتار کنم؟ چگونه تو را مانند سبویم سازم؟ دل من در اندرونم منقلب شده و شفقت من سراسر به قلیان آمده است. توی این دورایی هایی که میرسیم عزیزان، کلام خدا میگه قلب من و اون شفقت و مهربانی من به جوشش اومده. نمیتونم ببینم که یک گناهکار به راه هلاکت بره. نمیتونم ببینم که تو که پسر و دختر من هستی وارد جاده ممنوعه میشی، وارد جاده میشی که برای تو سلامتی نیست. امروز کلام خدا از ما میخواد که ما باید در جاده های قدم بذاریم که جاده خداونده. آمین. امروز دورایی های زندگی ما بسیاره، بخشیدن یا نبخشیدن. سر این دورایی قرار گرفتیم، ببخشم یا نبخشم، سخاوتمند باشم یا خسیس باشم، مال دوست باشم، محبت کنم یا سنگدلی کنم، امید داشته باشم یا ناامید باشم، صبر داشته باشم یا همش عجله کنم، آرام باشم یا بیتاب و بیقرار. دورایی های زندگی ما بسیاره، ولی دیدین توی زندگی من خیلی زیاد بود. دنیا میگفت خودت رو بکش، دنیا میگفت بیا برو دعای کمیل و خیلی چیزهای دیگه. دنیا در پی نابودی من بود، ولی خدا در پی نجات و احیای من. و امروز اگر سر دوراهی قرار گرفتی و قرار خواهی گرفت، چه ایماندار چه غیر ایماندار، از پی صندوق عهد خداوند برو، آروم بگیر، بذار اون طوفان‌ها یه خورده بخوابه، بعداً تصمیم بگیر و بدون، هوشیار باش که شیطان میگه دشمن شما همچون شیر قران داره میگرده تا یه کسی رو بخواد شکار کنه و دوباره برگردونه. ای افرایم چگونه تو را ترک کنم؟ من اینجا تو این کلام نوشتم خدا به من میگه ای مهدی چگونه تو را ترک کنم؟ ای اسرائیل چگونه تو را تسلیم نمایم؟ ای مهدی چگونه تو را تسلیم نمایم؟ این کلامی بود که، این برکتی بود که وقتی که این روزها توی زندگی خودم نشسته بودم و فکر میکردم که چقدر خدا توی این دورایی ها وقتی که هنوز ایمان نداشتم با من کار داشت. امروز خدا با تک تک ما کار داره، امیدی برای ما قرار داده و قرار خواهد داد. همونطور که اون پسر
اومد اونجا و به من تایید داد. امروز ما هم باید بریم تایید بدیم به دیگران، به کسانی که آخر خط رسیدن، به کسانی که مثل من میخوان خودشون رو بکشن، به کسانی که ناامید شدن، بگیم امیدی هست، نوری در تاریکی تابیده و امروز عیسی مسیح اون نوره. آمین.